یکی از گنرال‌های بلندپایه خدمات امنیت ملی ازبکستان حیات شریف خوجاєв بازداشت و در فساد و رشوه‌خوری متهم شده است. این شخص در سرگاه پرونده مربوط به مصادره مال و اموال دختر کلانی پرزیدنت گلنورا کریمова قرار داشت. هنوز معلوم نیست که تا کجا این قضیه به طور مستقیم با ماجرای گلنورا ارتباط میگیرد یا نه. از این پیش دیگر شخصان بلندپایه انتظامی ازبکستان هم بازداشت و به زندان انداخته شدند. در میان قبلا بازداشت شده ها اسم جودت شریف خوجاєв و جهانگیر غلامов دادر و جیانی حیات شریف خوجاєв هم ذکر می شوند. این بازداشت ها را بعضی تحلیلگران غربی همچون بازبینی موقع پرزیدنت کریمov در نسبت قضیه دخترش ارزیابی می کنند که یک سال این جانب با اتهام رشوه‌خوری در حبس خانگی در تاشکند به سر می برد. تحولات اخیر را در این زمینه با شارح رادیوی آزادلیک بخش ازبکی رادیوی آزادی سیراج‌الدین اسلام در میان میگذاریم. سلام سیراج‌الدین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. خب بگویید که آخرین خبرها از این بازداشت ها در اطراف قضیه گلنورا کریمova چیست؟ میدونید از خبر گرفتن از ازبکستان خیلی مشکل است چون یک کشوری پوشیده است و خبرهایی که ما میگیریم بالاخره رسما تصدیق کردن امکان ندارد. ولی آن چیزی که ما در دست داریم گنرال حیات شریف خوجاєv که 52 سال دارد و معاون وزیر امنیت ازبکستان بود در زمانش بازداشت شده است و علیه او جرم فساد اداری و شکنجه گذاشتند و امروز ها گویا او در تاشکند در محبسخانه وزارت امنیت ازبکستان بازداشت شده است، نگهداری می شود و امکان دارد که در نزدیکای آینده محکوم شود به سالهای دراز، مثلا حداقل 10 سال. خب ما این رو باید حالا چطور بفهمیم؟ واقعا هم تحلیلگران بی‌طرفی که در غرب هستند میگویند که به احتمال غالب نظر پرزیدنت اسلام کریمov به قضیه دخترش دیگر شده است و مهر پدری بلندی کرده است. باز آنچه که عیان است سال گذشته گلنورا در پیامک‌های خودش در توییت های خودش بار اول نام‌های حیات و جودت شریف خوجاєv را نامبر کرده بود، آشکار کرده بود و گفته بود متهم کرده بود در فساد اداری و فشارها نسبت به خود او و دوستان او، نزدیکان او. ولی ما گفته بود که یکی از مقامات بلندپایه حکومت ازبکستان هم از بالای آنها ایستاده است. بله و خیلی پیچیده بود، یعنی گویا این یک گوییم که جنجال نارسمی داخلی ازبکستان بود و کسی نمیدونست که این قضیه کی را به کجا میبرد. بعضیا میگفتند که گلنورا از صحنه سیاسی رفت، آینده ندارد، بعضیا میگفتند دیگه تمام شد. ولی امروز میبینیم که گلنورا هنوز به گلنورا چیزی نشده است و آنهایی که نسبت به گلنورا خیلی فشارها زیاد آوردن، مثلا اموال او را گرفتند، خودش را در محبس خانگی بازداشت کردند، داشتند، اینا در این قضیه در سر اینا حیات و جودت شریف خوجاєv اینا بودند. حیات 52 ساله است، گنرال است و جودت 50 ساله است، برادر او 50 ساله است. اینا حتی پس از قضیه اندیجان سال 2005 خود اسلام کریمov به این هر دو برادر جایزه های دولتی داده بود برای فعال بودنشان و شجاعتشان در سرکوب اعتراضگران. بله. از گلنورا خیلی زیاد شد که هیچ خبر نیست. آخرین موادی که یا خبری که در رابطه با خود شخصیتی یا شرایطی بود و با شیوه پخش شده بود همون اظهارات پسرش بود که از لندن استاده به یک تلویزیون روسی مصاحبه داد و گفت که حال مادر من خیلی سنگین است، در شرایط خیلی بد نگه داشته میشد. هیچ خبری از خود گلنورا هست حالا؟ گویا شایعات هست، باز دوباره میگم گویا یعنی خستگی روانی دارد میگن از نزدیکان او، یعنی گرد اطراف. حتی این خبر از طرفدارای خواهر او که با او با گلنورا بله لاله که خواهر گلنورا است برآمده بود این خبرها. ولی ما نمیدانیم کجاست. یک چیز عیان است که او در صحنه سیاسی امروزی ازبکستان نیست و کی دوباره پیدا میشد اینم معلوم نیست.
тамоми ҳамин қазияи атрофи Гулнора Каримова, иттиҳомоти ӯ дар ришвахӯрӣ ва қазияи хеле пурсару садое ки воқеан ҳам беобрӯйкунанда буд барои ҳукумат ва ба худи Гулнора марбут ба ширкати мухобироти Иттилоъ Санера ки миллионҳо доллар гӯё аз ин ширкат ришва ситонида будааст барои додани ҷой дар бозори мухобироти Ӯзбекистон. Тамоми ҳамин чиз воқеан ҳам солҳои хеле зиёд аз як сӯй фошкориҳои хеле зиёд ва аз сӯи дигар солҳои хеле зиёдро эҷод мекунад, аммо ба ҳар сурат бо шинохти табиати сиёсии ҳукумати Ислом Каримов, шахсияти вай ва сиёсати имрӯзаи Ӯзбекистон, ба фикри шумо кадом таҳаввулоти хеле غیر چشمداشت رو ما میتوانیم همچون ناظران این قضیه در آینده انتظار باشیم؟ شاید یک روز گلناره هم دوباره سر کار بیاید. اسلام کریموف رئیس جمهوری یک کشور است، پرنفوذترین کشور آسیای مرکزی. ولی از طرف دیگر این مرد نه فقط رئیس جمهور است، نه فقط پرزیدنت است، بلکه پدر گلنار کریموف است. یعنی پدر شاید خودش با دخترش مثلا آزار به ترتیب درآورد دخترش را، ولی هیچ وقت نمیگذارد که دیگران اومدن سرکوب کنند دخترش را، چون پدر مهر پدر نسبت به دختر بلندی میکنه همیشه. به نظر من احساس پدری به نظرم همیشه هست و اسلام کریموف سنش هم مثلا تگ 80 است و آینده چی میشد معلوم نیست، پس از او چی میشد معلوم نیست. البته میخواهد که عائله و فرزندان او در امن باشند و در زندگی یک شادی و خرمی زندگی کنند. یعنی امنیت اونها برای اسلام کریموف خیلی مهم است. همین چیز معلوم است که حالا حادثه‌های زیاد فکر میکنم در پیش است و همراه از این حادثه ها مشاهده میکنیم. تشکر به شما سراج الدین. سراج الدین اسلام، شارح رادیوی آزادلیک مهمانی ما بودند.